خب سلام، متینم. حدود 1 سالی میشه که تو حوزه وردپرس و گرافیک دیزاین یه شرکت صادراتی فعالیت دارم و تو این 1 سال با برنامه کنوا تجربیات خیلی جالبی رو داشتم و میخوام امروز کنوا رو بهتون معرفی بکنم. کنوا خیلی ابزار سریع و در دسترسی هست برای کسایی که میخوان کار گرافیکی انجام بدن ولی شاید نه اونقدر پیشرفته. به عنوان مثال مثلا شما کم پیش بیاد بخوای پوستر یک فیلمی رو برای یک جشنواره طراحی بکنی که حتی اون هم میتونی تو کنوا یا با ای آی با قدرت عجیب غریبه این روزهای ای آی انجامش بدی. ولی بیشتر برای کسایی که شما فرض کنید یه وبسایتی داری و میخوای اون وبسایت رو بهینه بکنی از نظر گرافیکی، یا یک پیج بیزنسی میخوای راه بندازی و میخوای بهینهش بکنی. و خب به نظر من توی این شرایط بهترین گزینه برنامه‌ای مثل کنوا هست که هر روز هم داره قدرتمندتر و پیشرفته تر میشه. کنوا توی زمینه ادغام شدن با هوش مصنوعی خیلی خیلی موفق عمل کرده توی سالهای اخیر و هرچی هم جلو میره داره قوی تر میشه. خب میخوایم با هم ببینیم که چطوری میتونیم یه نوعی درست بکنیم با کنوا. البته خب شما ابزار زیادی وجود داره که بخواین درستش بکنیم، ولی بریم ببینیم با کنوا منو که من از قبل زدم رو چطور میشه درست کرد و یک بار دیگه با هم دیگه درستش بکنیم. خب من توی مرحله اول اومدم توی تب دیزاین و توی دیزاین هایی که تمپلیت هایی که از قبل توی کنوا وجود داره کیک منیو رو سرچ کردم تا یک ایده کلی داشته باشم از اینکه قراره به چه صورت باشه منویی که میخوام درست بکنم. و به نظرم این بد نیومد چون دقیقا ما هم 5 تا محصول داشتیم و اینو انتخاب کردم. به این صورتی که اینطوری درگ میکنید روی صفحه و میتونید انتخاب بکنید هر طریقی که میخواین رو از قبل تعریف شده. حالا یکی یکی المان هایی که داره رو من پاک میکنم. یک سری عکس ما داشتیم، مثلا این عکس رو اینجا براتون بیارم. خب ما شرکتمون کار اصلیش فولاد هست، برای همین اینجا پر از عکس مقاطع فولادیه، ولی فعالیت جدیدش هم در حوزه مواد غذایی شروع کرد. خب به عنوان مثال ما این رو داریم. من میخوام اینطوری اینجا بیام جایگذاری بکنم، ولی با کنوا و با قدرت هوش مصنوعی کنوا میخوایم بریم جلو. اولین کاری که میکنم اینه که میام توی سبک ادیت، یا راستی یادتون باشه که من دارم از کنوا پرو استفاده میکنم. میخوام قابلیت های کنوا پرو رو با هم ببینیم. میام توی سبک ادیت، منتظر میشم تا عکس من رو اسکن بکنه و بعد میام یکی یکی المان هایی که دارم رو انتخاب میکنم. یه سری هاشم که از قبل خودش متوجه نمیشه رو میشه انتخاب کرد، یا میتونیم اینجا براش بزنیم و با براش انتخاب بکنیم. من با براش هم انتخاب میکنم المان ها رو. این یه تیکه سینی هم نگرفته و این دوتا کیک رو هم انتخاب میکنم که نشون بدیم که این کیک دو قلو هست. حالا من گرب رو میزنم و منتظر میشم تا کنوا این رو به واسطه هوش مصنوعیش برای من جدا بکنه. خب همونطور که میبینید کنوا به زیبایی این کیک رو از پس زمینه جدا کرد. حالا من با فشار دادن کلید آلت که میتونم به صورت یکسان تغییر سایز بدم المانمون رو، المان رو کوچیک میکنم و میانم به اندازه اینجا. حالا توی اینجا من این صفحه رو پاک کنم. توی اینجا هم تو که میبینید من یک سری افکت شکلاتی هم دادم پشت سر این چیز جذابی که کنوا داره و واقعا خیلی میتونه سرعت کارتون رو ببره بالا. همین قابلیت المنت هاش هست. منتها قضیه که هست اینه که شما حتما باید انگلیسی سرچ بکنید. و من مثلا خیلی ساده چاکلت رو سرچ کردم و اومدم توی گرافیک ها رو میگیرم، کوچیکش میکنم، میارمش اینجا و راست کلیک لیرز و این رو سند بک میزنم به این صورت. این شده اولین المان ما.
به همین راحتی. حالا میریم سراغ المان بعدی که این ویفرها بود. دوباره میام اینجا آپلود. اول از همه این جعبه اینجا با توسط بیجی ریموو میزنم و میبینیم که به چه سرعت بکگراند رو حذف میکنه کنوا برای من. و همچنین اینجا این ویفرها رو میارم. حالا دوباره میرم توی ادیت، راحتی برای من برداشت بکگراند رو به این صورت. این رو هم شاید بیارم اینجا. حالا این چون مدل شیری ویفر هست من میزنم میلک یا میلکی و توی گرافیک میلکی میزنیم راه شیری نشون میده، پس بعد میلک بزنیم که توی گرافیک ها دنبال قطعات شیر باشیم. به این صورت هر کدوم که دوست داشتیم رو انتخاب میکنیم، با فشاردن آلت از همه طرف کوچیکش میکنم میارمش اینجا و بعد لایش رو تغییر میدم به این صورت، حالا یکم بزرگتر و به همین زیبایی که میبینیم اتفاق افتاد. حالا به نظر اگه یک سایه‌ای داشته باشه این بهتره. توی سرگ ادیت شادوز میام یک دراپ شادو بهش میدم، یکم لرزت یا اینتنسیتی رو میبرم بالا و زاویهش رو هم درست میکنم، یکم بلر ترش میکنم و به این صورت کم بزرگتر شاید. این از این. خب حالا برای اسمهاشون همونطور که میبینید دبل کلیک میکنم و مثلا نویسم میلکی ویفر، یک مقداری فاصله بین خودش رو زیاد میکنم. تمام. چاکلت، این قبلا نوشته خودش چاکلت کاپ کیک، من میزنم چاکلت توین کاپ کیک. تمام شد. اینجا هم یه اسپیس میزنم که بیاد پایین. حالا بریم سراغ المان بعدی. این المان یه چیز خیلی جذاب داره از قابلیت های کنوا که الان بهتون نشونش میدم. عکسش رو بیارم براتون توی آپلود، ببینیم کدوم بود عکسش. بله. خب من میام اینجا مجدد ادیت و ماجیک گراب رو میزنم، یکی یکی انتخاب میکنم. اگه دیدین خیلی کارش خوب نیست و سری نمیگیره میتونین از براشش استفاده بکنین، یکم باید دقت به خرج بدین ولی خب چاره دیگه این نیست. به این صورت. خب. خب حالا من بک‌گراند رو پاک میکنم و همونطور که میبینین خیلی قشنگ و شسته رفته و تمیز اومد برای من برداشت. اما عکسمون یه مسئله ای داره، من این لبه ها رو به صورت تکمیل شده ندارم. حالا چی کار میشه کرد؟ کاری که میتونیم بکنیم اینه که از قابلیت بسیار بسیار جالب و زیبای کنوا که ماجیک اکسپند هست استفاده بکنیم. به این صورت از این طرف میکشم و از این طرف هم عکسم رو میکشم و میگم میخوام از این طرف و این طرف ادامه بده. خودش با هوش مصنوعی عکس رو تشخیص میده و یک سری نتایج به شما نشون میده. ببینیم نتایج به چه صورت در میاد. خب همونطور که میبینید 4 تا نتیجه به شما نشون میده و میبینید که چقدر فوق العاده، بعضیاش خوبه بعضیاش خوب نیست، هر کدوم که به نظرتون بهتره رو میتونید انتخاب بکنید. به نظر من این بد نیست و دان رو میزنم. حالا دوباره با بک‌گراندش کرد مجدد بیجی ریموو میزنیم که بک‌گراند رو حذف بکنه. به همین زیبایی عکسمون تکمیل شد. چقدر راحته، واقعا زیباست کار با کنوا.
نکته دیگه این که این ستاره هم میخوام اضافه بکنم این بالا. پس میام اینو میزنم. بازم مجدد سریعا بیجیریمون رو میزنم. بکگراند ها به همین سرعت پاک میشن. اینجا میچرخونمش حدود 30 درجه. این دفعه سفیده رو میذاریم جلو. کنترل و براکت راست که بیاد جلو المانمون و این هم به همین صورت 30 درجهش رو رعایت کنم. خب حالا همینطور که اینجا میبینید من یک سری نور پشت این المان قرار دادم که اینجا نوشتم به همین سادگی نوشتم لایت و یک سری نور برامون میاره که خب توی حالت تم سفید رنگ کنوا خیلی تشخیصشون راحت نیست. پیشنهاد میکنم که حتما از کنوا دارک تم استفاده بکنیم. این نور رو از فیلیپ استفاده میکنم. فیلیپ میزنم و با کنترل و براکت چپ میبرمش پشت سر. این هم از این طرح اسمش هم خود کمپانی گذاشته لانگ ویفر. ما میذاریم لانگ ویفر. یه مقداری فاصله بین خطوط رو زیاد میکنیم و تمام. خب بریم سراغ این عکس که خب خیلی عکس شلوغی هم هست ولی واقعا که هم کارش درسته. حتی تو عکسای شلوغ خیلی قشنگ میتونه تشخیص بده. فکر میکنم که این بود. نه این یکی هست. خب حالا من میتونم هم بیجی ریموو بزنم که ببینم نتیجه چی میشه. نتیجه خیلی خوبه. پس با هم بیجی ریموو میریم جلو. خب این کیک ما نارگیلی هست ولی پرتقالی هم داره. پس ما گفتیم که چیکار کنیم بیایم المان پرتقال و نارگیل رو هم بهش اضافه کنیم. من این اورنج میزنم و توی بخش گرافیک دنبال پرتقال میگردم. به همین زیبایی با صدها یا هزاران عکس پرتقال مواجه میشین. مثلا من اینو انتخاب میکنم. این بار آلت رو میگیرم و یه مقدار میچرخونمش شاید و با کنترل براکت چپ میارمش عقب. یکم این اشکال کاکائویی که از قبل هست رو میبرم عقب‌تر. طرحمو خیلی شلوغ نکنه. و حالا المان نارگیل میخوایم. کوکونات چون از قبل زدم هست اینجا و این بار هم یک نارگیل دیگه انتخاب میکنم. خیلی فرقی نمیکنه چی باشه. با همین میرم جلو. آلتو میزنیم کوچیک بشه. شاید فیلیپش کردم این طرفی بشه و اون طرفش بیفته پشتی به این صورت. یکم کوچیکش میکنم اینطوری. خب این هم از نارگیلمون و این هم از پرتقالمون. آیا میتونیم برای این هم یک شادوی بذاریم که اینها به این صورت وسط اینجا نباشن. دیستنسش رو کم میکنم. بلرش رو زیاد میکنم به این صورت و انگلش رو هم تغییر میدم. تقریبا کار تمام هست. میریم سراغ بعدی که این کیک هست که اینم خیلی چون عکس خاصی نداشت کار خاصی هم نمیشد براش بکنیم. من بیجی ریموو رو میزنم اول و بعد ما میتونیم یک تجربه هم داشته باشیم با ماجیک ادیت کنوا که البته خیلی خوب کار نمیکنه. من این رو شادو رو اضافه میکنم بهش. فقط بلر امانت زیاد. یکم سایز کمتر. کم دنسیتی کمتر. حالا میخوام اون فنجون رو اضافه بکنیم اینجا.
من از ترکیب 2 تا فنجون استفاده کردم، ولی میشه از 1 فنجون هم استفاده کرد. میزنیم تاپ ویو کافی کاپ. بله به این صورت که میبینید میشه از همین استفاده بکنیم. خیلی هم عالی. و یه مقدار میتونمش کوچیک‌تر که با سایز کیک همخوانی داشته باشه و به این صورت قرارش میدیم اینجا. این هم از ترک انوامون. حالا عنواناش هم که دیگه میشه تغییر داد و فقط توی بخش برند شما اینجا میتونید برند لوگوتون رو اضافه بکنید. مثلا برند سمین حدید رو اضافه کردم و مسئله نکته که داره اینه که الان این برند ما سرمه‌ای هست. من میخوام تغییرش بدم و زرشکیش بکنم. چیکار میتونم بکنم؟ میام توی ادیت، اینجا کالر دوتون رو انتخاب میکنم. فرقی نمیکنه هر کدوم از اینا رو زدیم هیچ تفاوتی نداره. اینو انتخاب میکنم و میگم هم هایلایت ها و هم شادو های عکسم میخوام به رنگ زرشکی در بدم. همونطور که میبینید هم هایلایت ها و هم شادو ها زرشکی میشن. این رو پاک میکنم، لوگو رو میارم بالا و طرح ما به همین صورت خلاص میشه و بعد شما میتونید به راحتی شیرش بکنید و هم به صورت PDF هم PDF برای پرینت که اینجا CMYK میزنید و هم JPEG و PNG فرمت های مختلفی که ما به شما ارائه میده. ممنون از همراهیتون.